دو قطار فاصله بین دو قطار 25 سانتی متر میگیریم. فاصله بین دو قطار و فاصله بین دو نبات دو پیازه تقریبا 10 سانتی متر میگیریم. و فاصله قطار اول که اینجا شروع میکنیم ما 12 سانتی متر میگیریم. یا به خاطر از این طرف 12 سانتی متر ما فقط پشتر از این میکشیم. اگر این طرف هم 25 بگیریم اون طرف هم 25 بگیریم بازی ساحه چی میشه؟ ضایع میشه. صرف به خاطر از این 12 ایره چی میکنیم؟ فقط این کردم بسیار اوار میکنیم این گپ نیست. فقط کرد به شکل چی باشه خوب هموار باشه چرا که آب در کدام جای چیز استاد نشه. آب اگه استاده شد بازی یک سیستم بده که داره بازی همون جایی که آب استاد شد بس خودش چی میکنه گنده میشه. و اونم پیشم در اونجا در کوریا گفتم حاصل از این که است نسبت به اون سیستم سه چند چهار چند این چیز بلندتر است. امروز مثلا یک تعداد حاکین ما که زیادتر ضربه میبینه از این سیستم میبینه. از سیستم چی میبینه؟ پاشکی میبینه. چرا پیاز یکدم در کلش در بازار داخل میشه تا یک وقت میاد تقریبا که سیر 30 روپیه یا سیر 50 روپیه یا سیر 100 روپیه بلند شدن. یعنی کلانترین مشکل که ما داریم کشور ما مثل یک کشور است که محاطه به خشک است و او ترانسپورت تمام صحیح نداریم که با کشورهای دیگه چی کنیم خارج کنیم. پاکستان اونجا نگاهش میکنه بعد چند مدت بعد بر ما چی میکنه پس ما روان میکنیم. ولی سیستم خوب است. همیشه ما چی میداریم پیاز داشته باشه. مثلا یک پیازی که بیخید با مارکت داخل نشده اینمی سیستم میره چی میکنه 2 ماه پیش از او کنه حاصل چی میکنه میورده. اونجا پیاز تقریبا 300 300 سیرش میباشه که دهقان بهترین پیسه ازش میگیره. هم مارکت طرف هم مرفوع میشه هم چیز هم از کشورهای دیگر هم چی میشه جلوگیری میشه. این به یک شکل نمیشه. ما فقط به قطعه نمایشی اینجا طور میکنیم که حاصل از این ان شاء الله اگه خوبتر شود ان شاء الله میشود. حاصل از این جای خوبتر شود میشه که ان شاء الله در دهاقین دیگه هم چی کنه از این پند بگیره و دیگه هم تو کشور بخیر هم تو قریه به قریه تا کشور هم تو یک سیستم شود. این سیستم پاشکی امروز مطلق در کل جهان چیست بند است. یکی در افغانستان است که انگور ما به شکل چیست پشته است و دیگه این گپا در کشورهای دیگه هیچ چیز هم نیست. تمام روز هم سیستم پاشکی که ما کشت میکنیم نه سیاست معلوم است نه طفل معلوم است کل گیدم یک کرد خودت داخل کنه نه درس معلوم است نه کل گیدم یک جا کنه. پس فقط این سیستم بسیار مهارت های خاص داره. ولی یک ذره گرمی هم از دوستان اینجا آمدن تقریبا ما 12 سانتی متر از این قسمت اول میگیریم. یک دانه چند دانه چوبک میگوشه نه تو باش که چاقو باشه نه ما بهترین دهقان هستیم انجینیر صاحب اما دشمن ما دشمن ما پاکستان است و رای ما را بند ساخته. هر آن قدری که ما زحمت بکشیم ضعیف خدا مهربان است کاکا جان. بهترین پیاز کشتیم فهمیدی گفت یگان نفر یک چنگال اینطور کرده او سوار کردیم فهمیدی پیاز انداختیم همونم از هوا انداختیم فقط همون 6 دقیقه رسیده و بس این پیاز نیم کنیم. بله کاکا جان دست